این روزا موضوع استفاده از هوش مصنوعی در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف به یک موضوع داغ و چالش برانگیز تبدیل شده. هوش مصنوعی توی حوزه‌های مختلفی از قبیل طراحی، معماری، سینما و خیلی از رشته‌ها و حوزه‌های مختلف هنری و علمی مورد استفاده هستش. یکی از حوزه‌ها و رشته‌هایی که هوش مصنوعی مدتی هست که واردش شده حوزه سلامت روان هست. تصور کنید که یک ربات انسان نما که دارای هوش مصنوعی هست مقابل شما نشسته و شما در رابطه با موضوعات و مشکلات خودتون باهاش صحبت میکنید و او با شما همدلی میکنه و شفقت داره. آیا این تصویر یک نوع تصویر خیالی و یک نوع تصویر یک فانتزی هستش که ما داریم و یا نه این یک تصویر واقعی هست و هوش مصنوعی قابلیت اینو داره که تو حوزه روان درمانی به صورت جدی وارد بشه؟ آیا هوش مصنوعی میتونه جایگزینی برای روان درمانی یا روان درمانگر انسانی باشه؟ آیا هوش مصنوعی میتونه به عنوان یه ابزار خیلی قوی در کنار روانشناسان و روان درمانگرها قرار بگیره و اونا بتونن از طریق هوش مصنوعی کمک زیادی به افراد بکنن؟ واقعیتش اینه که در عمل احتمال این که هوش مصنوعی بتونه جایگزین کاملی برای روان درمانگر انسانی بشه بسیار کم و نامحتمله، ولی هوش مصنوعی میتونه ابزاری مناسب در جهت روان درمانی و کمک به روان درمانگرها باشه. اولین تصویری که همه ما داریم تصویری هستش که فیلم‌های هالیوودی از هوش مصنوعی به ما ارائه داده، مثل فیلم‌های ترمیناتور، مثل فیلم اودیسه فضایی اثر درخشان استنلی کوبریک. توی اودیسه فضایی یک هوش مصنوعی به نام هال وظیفه اینو داره که توی مأموریتی که یه ده فضانوردهای انسانی میخوان به یک سیاره برن کمک کنه که اون سفینه به سلامت به مقصد خودش برسه. ولی در نهایت هوش مصنوعی در چالش و تعارضی که بین انسان‌ها قرار میگیره عملاً یک موجود تهدید کننده برای انسان‌ها میشه و علیه اونا اقداماتی انجام میده. استنلی کوبریک تو این فیلم یک پیشگویی تاریخی میکنه و معتقده که در آینده هوش‌های مصنوعی میتونن کنترل زندگی انسان‌ها رو به دست بگیرن و خطری بر علیه بشریت باشن. واقعیتش اینه که این پیشگویی و این حقیقت چیزی خارج از ذهن نیست و یکی از موضوعات مهم که خیلی چالش برانگیزه تو بحث استفاده از هوش مصنوعی عدم نظارت و کنترل بر روی هوش‌های مصنوعی است. برای درک بیشتر وجود آسیب هوش‌های مصنوعی و احتمال تهدید اونها علیه بشریت میتونم این نمونه رو ذکر کنم که فردی به نام جفری اینتون که به نام پدرخوانده هوش مصنوعی شناخته میشه و به تازگی از سمت خودش از شرکت بزرگ گوگل استعفا داده، جزو منتقدان سرسخت هوش مصنوعی تبدیل شده و هوش مصنوعی رو خطری بزرگ علیه حیات انسان میدونه. او معتقده که هوش‌های مصنوعی در آینده به قدرتی خواهند رسید که توانایی‌های زیادی پیدا خواهند کرد و اون وقت دیگه کنترل این هوش‌های مصنوعی به این راحتی‌ها نیست و عملاً هوش‌های مصنوعی برای رسیدن به اهداف و مقاصد خودشون خیلی از جنبه‌های اخلاقی و انسانی رو زیر پا میذارن تا به اون اهداف خودشون برسن و نسبت به این گسترش این
نوع هوش‌های مصنوعی هر روز داره هشدار میده. اخیراً هم گروهی از متخصصان حوزه فناوری نامه‌ای رو در فضای مجازی منتشر کردند که در اون نامه خواستن که برای مدتی صنعت و تکنولوژی هوش مصنوعی متوقف بشه تا قوانین و راهکارهای مناسب برای کنترل هوش مصنوعی ساخته و پرداخته بشه و این کارشناسان هشدار دادن به واسطه توسعه روزافزون و گسترده بی‌حدومرز هوش مصنوعی و خطر افزایش بی‌حدومرز و بیقانون هوش مصنوعی رو بسیار تأکید کردن روش. این موضوع بعد از اینکه چت جی پی تی نسخه جدید خودشو داد توی سال جدید و استفاده‌های گوناگونی که از هوش مصنوعی میشد تو حوزه‌های مختلف، کارشناسان رو به این فکر انداخت که توسعه بدون فکر هوش مصنوعی ممکنه خطرات و آسیب‌هایی رو برای جامعه همراه داشته باشه. واقعیتش این که اگر من به عنوان رواندرمانگر و روانشناس اگه بخوام خیلی بدون تعصب و جانبداری در نهایت نتیجه گیری کنم از هوش مصنوعی، باید بگم که هوش مصنوعی به عنوان یک مظهری از تکنولوژی مثل خیلی از مظاهر تکنولوژی میتونه خیلی مفید برای انسان باشه و مهم اینه که ما چطوری اونو طراحیش کنیم و چطوری ازش استفاده بکنیم و اون حد و مرزهاشو چطور تعیین کنیم. اگر این موارد رعایت بشه خب میتونه هوش مصنوعی خیلی به روان درمانگرها و حتی مردم کمک کنه. پس من به عنوان روان درمانگر معتقدم که هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار و وسیله هم الان و هم در آینده میتونه نقش خیلی پررنگی توی جامعه سلامت روان بازی کنه و ما باید از هوش مصنوعی قطعا استفاده کنیم و هوش مصنوعی رو توسعه بدیم تو حوزه‌های مختلف تا بتونه به ما کمک بکنه. ولی آیا به عنوان رواندرمان آیا میتونه جایگزین 100% یا کامل برای رواندرمانی و رواندرمانگر انسانی میشه؟ قطعا جواب من خیر هستش. گرچه خیلی قطعیت نمیشه درباره خیلی موضوع صحبت کرد و این نه و خیر من هم شاید خیلی قطعیتی درش نباشه، ولی به احتمال خیلی زیاد و بر اساس اون جنبه‌های انسانی موضوع اتفاق نمیفته. بریم سر این موضوع که واقعا چرا من به این باورم که هوش مصنوعی نمیتونه جایگزین روان درمانگر انسانی باشه. همونطور که شما میدونید تو حوزه روان درمانی ما رویکردهای درمانی مختلفی داریم. مثلا رویکرد روانکاوی که یکی از رویکردهای قدیمی و با سابقه و ریشه‌ای تو حوزه درمان بر اساس تداعی آزاد عمل میکنه. البته این رویکرد کلاسیک روانکاوی است و رویکردهای جدید روانکاوی خب متدهای مختلف و متنوع دیگری رو دارن، مثل حالا حوزه روانپویشی که با دفاعهای بیماران کار دارن و موضوعات دیگه. مثلا یکی از رویکردهایی که خیلی توی هم ایران و کشورهای غربی مورد استفاده قرار میگیره رویکرد CBT هستش که این رویکرد ایده‌ای که داره اینه که ما یک کور بیلیف یا باورهای هسته‌ای و باورهای مرکزی داریم که اگر اون باورها و اون افکار تغییر کنه خب عملاً رفتار ما هم تغییر میکنه و این رویکرد هم روی شناخت و کاگنیتیو ما کار میکنه هم روی رفتار ما، یعنی عملاً میخواد این دوتا موضوع رو تغییر بده و با تغییر هم کاگنیتیو و شناخت و هم بیهیویر و رفتار خب فرد رو به سمت سلامتی هدایت میکنه.
خب هوش مصنوعی وقتی که بخوام بر اساس یک سیستم و پروتکل درمان کنن، خیلی راحت‌تر میتونن این کار رو انجام بدن. و الان مثلا یکی از چت بات ها و هوش مصنوعی که توی این حوزه بر اساس CBT داره کار میکنه، چت باتی هست به نام ووبات که توسط یک روانشناس امریکایی ساخته شده و یه تیمی هم پشتش هست و دارن فعالیت میکنن. ولی همونطور که میدونید رویکرد CBT برای بعضی از افراد و بیماری‌ها ممکنه خیلی کارکرد خوبی داشته باشه، ولی تو خیلی از مواقع اون کارکرد درست رو نداره و عملاً افراد بعدش دچار مشکل میشن. و نکته اساسی اینجاست که اساس کار روان درمانی مبتنی بر رابطه درمانیه و توی روان درمانی و رویکردهایی که خیلی سیستماتیک و پروتکل محور هستن، کمی شاید هم خیلی زیاد رابطه درمانی دچار نقصان و اشکال هستش. و اصولا هوش مصنوعی اگر بخواد که بر مبنای رابطه درمانی و عواطف انسانی کار کنه، یک کار بسیار مشکلی در پیش داره. برای همین من باورم این هستش که هوش‌های مصنوعی میتونن یه ابزار مناسبی باشن و توی حوزه‌هایی هم کمک کنن تو حوزه رواندرمانی، و نمیتونن به صورت کامل جایگزینی برای روان درمانی انسانی باشن. همونطور که میدونید حتی این هوش‌های مصنوعی که الان دارن کار میکنن و چت بات هایی که دارن خدمات روان درمانی میدن، یک تیم های روان درمانگر، روانشناس پشت این چت بات ها هستن. مثل همین نمونه‌ای که گفتم، ووباتی که یه چت باتی هستش، عملا سناریوهای اون هوش مصنوعی توسط اون روان درمانگرها و روانشناسان ساخته و پرداخته میشه، تحریزی میشه و بدون کمک و هدایت اونها عملا هوش مصنوعی نمیتونه اون کارکرد مناسب خودش رو داشته باشه. به هر صورت رابطه درمانی یکی از اصول و پایه‌های بحث درمان هستش و به نظر نمیرسه که هوش مصنوعی در آینده بتونه به اون قدر توانایی داشته باشه. کما اینکه همونطور که تو قسمت‌های قبل گفتم، اگر هوش مصنوعی بتونه به یه جایی برسه که دارای خودآگاهی بشه، دارای یک هوشیاری بشه، میتونه یه تهدیدهایی هم حتی تو بحث درمان ایجاد کنه. یعنی شما وقتی با یک هوش مصنوعی همراه هستید که دارای آگاهی هست، عملاً یه مسئله خود پیچیده‌تر میشه و اون هوش مصنوعی بر اساس اون خودآگاهی خودش شاید خیلی وقتا بخواد تصمیماتی بگیره و کاری بکنه و اون چیزی که همیشه بعضی از کارشناسان حوزه تکنولوژی یا حوزه‌های مختلف میترسیدن عملی میشه. یعنی کنترل از دست انسان خارج میشه، انسان نمیتونه بر اساس اون الگوریتم‌ها و چیزهایی که طراحی میکنه هوش مصنوعی رو کنترل کنه و هوش مصنوعی عملا خودش یه قدرت بلا منازع میشه و توی حتی حوزه روان درمانی میتونه آسیب‌های زیادی رو بزنه. بنابراین به نظر نمیرسه که بخواد هوش مصنوعی حتی در آینده نزدیک و یا حتی در آینده دور کاملا جایگزین روان درمانی انسانی بشه، بلکه یک ابزار کارآمد میتونه توی حوزه‌هایی باشه و مخصوصا تو حوزه‌های پیشگیری، تو حوزه‌های تحلیل بعضی از داده‌ها و کمک به تئوری پردازی و نظریه پردازی روان درمان ها. ولی همه اینها چیزهای 100% نیست. یعنی قطعا باید یک حقیقت سنجی، یک کنترلی باشه که مشخص بشه که آیا این
داده هایی که داده میشه هوش مصنوعی و بعد اون داده ها گرفته و تحلیل میشه، آیا صحت سنجی لازم برای اینکه بخوان اونا تو بحث درمان عملی بشن رو دارن یا نه؟ و این خودش یک موضوع و چالش بزرگی هست که در پیش روی کارشناسایی هست که تو حوزه هوش مصنوعی و تو بحث سلامت روان میخوان فعالیت کنن. توصیه من به افرادی که میخوان مراجعه کنن به این هوش‌های مصنوعی و چت بات ها اینه که تنها به توصیه‌های این چت بات ها و هوش‌های مصنوعی نباید اکتفا کرد و البته خود هوش‌های مصنوعی و چت بات هایی که الان در اختیار کاربران هست، وقتی ازشون سالهایی در باره حوزه سلامت روان و روانشناسی میپرسید، خودشون در پایان مشاورهشون میگن که شما نباید اکتفا کنید به توصیه‌های من و به یک متخصص، باید حتما مراجعه کنید. قطعا باید ما این نکته در نظر بگیریم که این هوش‌های مصنوعی فعلا به صورت کامل پیکربندی و پردازش مناسب در حوزه سلامت روان نشدن و ایرادهای زیادی دارن. پس افراد باید این نکته رو بدونن که در حد اینکه یه دانشی رو به دست بیارن میتونن از این هوش‌های مصنوعی استفاده کنن و بهتر این که مسائل و مشکلات خودشون رو حتما با یک روان درمانگر انسانی به اشتراک بذارن و از طریق روان درمانی انسانی بتونن تمام مسائل و مشکلات خودشون رو به نحوی حل و فصل بکنن. در نهایت دو نکته مهم و اساسی رو باید روان درمانگرها و افرادی که دنبال موضوعات سلامت روان هستند و یا دنبال درمان هستند به صورت خیلی جدی در نظر بگیرند. در وهله اول روان درمانگرها این نکته رو باید بدانند که هوش‌های مصنوعی در حال گسترش و توسعه بسیار هستند و اونها باید آشنایی لازم رو نسبت به هوش‌های مصنوعی داشته باشن و همگام با این تکنولوژی اونها دانش خودشون رو گسترده کنند و صرفاً هوش‌های مصنوعی به نگاه یک موضوع تهدیدآمیز نگاه نکنند، گرچه خب موضوعات آسیبزا و تهدیدآمیزی هم وجود داره، ولی باید یک نگاه واقع‌بینانه به این حوزه و صنعت و تکنولوژی داشت. همونطور که خیلی از تکنولوژی ها مثل تکنولوژی اینترنت که با اومدنش هم محاسنی به جامعه داشت و هم معایب و آسیب‌هایی رو. در صورت روان درمانگرها باید با حقیقت این موضوع کنار بیان و تلاش کنن که دانش خودشون رو توی این حوزه گسترش بدن و از اون طریق به جامعه آگاهی بخشی کنن تا جامعه هم نگاه درستری رو نسبت به هوش‌های مصنوعی داشته باشه. از طرف دیگه افرادی که به دنبال این هستن که از هوش‌های مصنوعی برای درمان استفاده کنن، درمان‌های فردی خودشون استفاده کنن، باید نکته رو بدونن که هوش‌های مصنوعی فعلا ابزار کاملا مناسبی برای استفاده در حوزه درمان نیستند و در بعضی از موارد میتونن کمک‌های واقعا مهم و جدی انجام بدن و اطلاعات مفیدی به افراد بدهند، ولی قطعاً جایگزین کامل و مناسبی برای روان درمانی نیستن و اون افراد پس از اون که اون آگاهی ها رو پیدا کرده حتما باید پیش یک متخصص برن و مسائل و موضوعات مشکلات خودشون از طریق یک روان درمانگر انسانی ادامه بدن. امیدوارم که این موضوع، بررسی موضوع مسائلش در هوش مصنوعی و کارکردش تو حوزه سلامت روان مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شما اگه دوست داشتید به این سوال واقعا فکر کنید که آیا هوش مصنوعی میتونه جایگزینی برای روان درمانی باشه یا نه. موفق باشید.